سلام بچه های شیرین. درسی نوبتیمان را از روی کتابی الفبا آغاز می نماییم. امروز ما با شما با حرفی نوبتی شناس می شویم. این حرفی خ است. خی کلان، خی خورد. خی کلان، خی خورد. حرفی خ آواز دارد. آواز خ. با حرفی خ کلمه های خروس، خورما، خر، خیمه، خرس و دیگر کلمه های زبان تاجیکی نوشته می شوند. باید حرفای گذشته‌مان را تکرار بسازیم. حرفی ا، حرفی او، حرفی ل، حرفی ن، حرفی م، حرفی ر، حرفی ش و حرفی امروزه ما حرفی خ. اکنون بیایید یک جایه کلمه هایی که در کتاب آورده شدند میخونیم. خ آ، خا، ن ا نه، خا نه. این کلمه دو هجا دارد. هجای خا و هجای نه. خانه. خ آ، خا، ل ا لا، خاله. خ آ، خان، خان. خ آ، خا، خام، خام. خ آ، خا، خار، خور. خ آ، خا، خال، خل. خا، ن آ نا، ل ا لا، ر ا را، م ا ما، ر آ را. بچه های عزیز، شما می توانید که هجاهای زیرین را با یکدیگر پیوست بسازید و کلمه های بسازید که با شما در زندگی در گفتگو وامی خورند. مثال ما می توانیم که خا را با کدام هجا پیوست بسازیم؟ خا لا می شود کلمه خاله. نا با کدام هجا پیوست می سازیم؟ نا را نا ما می شود کلمه نامه. خوب، اکنون کلمه های زیرین رو می خوانیم. خ آ، خا، ل ا لا، خاله. خ آ، خان، خان. ن آ نا، م ا ما، نامه. ن آ نا، م ا ما، نامه. را، ر آ را، نامه را. سه هجا دارد این کلمه. برای همین شما اول دو هجا را پیوست بسازید و در آخر هجای سوم را تلفظ سازید. ن آ نا، م ا ما، نامه را. ا، ن آ نا، انار، انار.
انور انور انا انا خو 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 لا لا خولا. اکنون جمله رو میخونیم پورا. انور انا خولا خو 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 لا لا خولا خولا ما نه 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 خو خو نه نه خو نه. اکنون جمله رو پورا میخونیم. خولا منه خونه خولا منه خونه. خوب در کتاب ما طرز نوشته حرف خ نشان داده شده است. اینجا ما میبینیم که خی کلان و خی خرد نوشته کرده شدند و شما نیز بچه‌های شیرین در دفترچه های خود کوشش نمایید که حرف خ رو نوشته گیرید. این حرف خی خرد است و هجای خا نیز در کتاب آورده شده است. به کتاب الفبا نظر می اندازیم. در کتاب الفبای ما یک چند رسم ها گرد کرده شدند. این رسمی چیست؟ رسمی خربوزه. خربوزه. در کلمه خربوزه حرف خ در اولی کلمه می آید. این رسمی چیست؟ رسمی خرگوش. خرگوش. در کلمه خرگوش حرف خ نیز در اولی کلمه می آید. و به رسم دیگر نظر اندازید. این رسمی چیست؟ رسمی خانه است. کلمه خانه 4 حرف دارد. خ، آ، ن، ا و حرف اولش حرف همصدا است. بچه های شیرین، اکنون ما باید که یک چند کلمه ها را با هجای خ، آ، خا بسازیم. ما باید که چند حرفی رو که در اینجا میبینیم با این هجای خا پیوست سازیم و ببینیم که کلمه ها به ما آشنا هستند یا نه. خب اول اینکه بیاید این حرف ها را تکرار سازیم. حرفی نه، حرفی ل، حرفی ر، حرفی م. اکنون کنی بیاید این حرف ها را با هجای خا پیوست بسازیم. آیا یگان کلمه پیدا می شود؟ خال چی می شود؟ خال. خوب یک کلمه ساخته شد. خار خار. 2 کلمه ساخته شد. خام خام. 3 کلمه. و کلمه آخرین ما خان خان. آفرین. نه او نو می ا ما نو ما. خ او خو خو ل ا لا خولا خولا. آنه آنا آنا آنا.
نه او نو ما می ما نو ما خولا انا نوما نه او نو می ما نو ما نوما خی او خو نه او نو خونو. جمله رو پورا میخونیم. نوما خونو. خی او خو لا لیا لا خو لا خولا نه او نو می ما نوما ری او رو نوما رو خون. اکنون ما حرفی خ را در تخته صنف می نویسیم. خی کلان و خی کلان را با خی خرد پیوست می سازیم. با چنین طرز خی کلان با خی خرد پیوست می شود. خب ما می نویسیم بار دیگر خی کلان و اون رو با خی خرد پیوست می سازیم. اکنون ما کلمه های خانه و خاله رو می نویسیم. خ آ خا نه نه خا نه خ آ خا ل لا خا لا. بچه های شیرین، در همین جا درس امروزه ما به آخر رسید. شاد و فیروز باشه.